راستی گپ خواهرجان همین صورتاتون ها نمونن در اینترنت. برای چی میگن؟ برای که بسیار از آدمای بدبختش بگن که رسم های شما رو استفاده میبرن. سلام علیکم برادران و خواهران گرامی قدر، خوش آمدید به کانال همنوا. مهاجرای دور از وطن خوب هستین؟ تینج هستین؟ سلامتتون خوب است؟ پدر و مادر همتون خوب هستند؟ فکر میکنم که صحت و سلامت هستین. و امروز راستی گپ درباره همان خواهرانی که رسمهایشان رو در شبکه‌های اجتماعی میمونن، یعنی اینترنت و اینچنین اینستاگرام و ادنکلاسنیک و فیسبوک و دیگر. راست گپ میگن که با تو چی؟ ممکنه که خیلی گپ بگن، لیکن من همچون برادرتون میخوام که یک سخن کنم، شاید یگانتش اصلاح میشود. برادران و خواهران عزیز، میدونین که اینترنت چی شدنش چی بودنش یعنی نامعلومه. خواهران و اپاهای گرامی قدر، از شما همچون یک دادرتون، همچون یک برادرتون یک صحبت میکنیم، یک سخن میکنیم. میخوام که همین گوش کنین، شاید یگان توان اصلاح شوین. میخوام که همین صورتهای خودتون رو نگذارید در اینترنت، برای که اینترنت چی بودنش هیچ که نمیدونن. خیلی جوان هستین میدونم، راستی گپ من هم بسیار صورت میگیرم، لیکن خیلی به همین خاطر میخوام که همین خواهرانی که رسمهایشون رو در اینستاگرام و دیگر جا میمونن، راستی گپ خواهرجان همین صورتاتون رو نمونن در اینترنت. برای چی میگن؟ برای که بسیار از آدمای بدبختش بگن که رسمهای شما رو استفاده میبرن. به همین خاطر میخوام که همین صورتهایی که میمونن، یا اینکه خیلی اگر خواهید که موندن با همون پروفیلتون محکم کنین، آدمایی که شناستون همواره قبول کنین، برای که نفرایی که میدروه ممکن صورتهای شما را گیره در آینده برای شما این ضرر میشه. برای چی میگن؟ برای که شما در آینده مثال از بسیارتون شاید دانشجو باشین در خارجه، یعنی صورت میگیرین میپرتین، اسم میکنین، مثال وقتی که دانشگاه رو ختم میکنین یا اینکه در دوشنبه هستین رسم گرفتن میپرتین، شما پگه شوهر میکنید، خونه خوب، یک شوهر میکنین که شاید یعنی زندگی میگی خداوند تنها برای ما دادگیه، و بعد چند ماه میبینید که صورت شما رو شوهرتون در تلفن یک کس میبیند یا اینکه در اینستاگرام یک کس میبیند، میشه زندگیتون ویران. به همین خاطر خواهش میکنم که خواهران تاجیک التماستون میکنم که همین صورت پرتایتون رو بس کنین، یا اینکه صورت گرفتن صورتهای به معنی گیرین، به هر خیلی لباسه صورت میگیرین. یکمش که به خواهران تاجیک زیبنده نیست. خواهش میکنم که همین گپی مرا قبول کنید، شاید برای شما فایده شود. نکنید هم اختیار به شما است، یعنی اون کس مجبور نمیکنه. برای همین خودتون میدونین، فقط من گفتم یک پیشنهاد کنم برای شما که مثال همین صورتهای خودتون کم مونن یا اینکه نمونن در اینترنت، و اگر که موندنی شدین پروفیلتون محکم کنین، آدمایی که شناستون هستن اما را قبول کنید. وقتی صورت میپرتین تنها اما میبینن. هر یک دختر و هر یک پسر میخواهد که زندگی خوب داشته باشد. پسر به یک دختر میزند که بسیار هم خوشحال میشود و زندگی بسیار هم خوب میشود، و دختری که هست که با پسر آیله‌دار میشود و بسیار هم زندگی خوب رو میبیند. از این خاطر زندگیتون رو ویران نکنید. این یک چند سخن گفتم برای شما کنم. زندگیتون رو ویران نکنید برای یک رسم و برای یک خوشحالی و برای یک لایک و برای یک کامنتاری ارزنده نیست، برای که زندگی شما رو شاید در آینده ویران کند. برای هم میگم که کمتر همین چیز رو دقت دهید که بسیار هم شاید فایده میارد برای شما. این همچون یک برادرانه برای شما یک خواهش است، دیگرش در دست شما است. در همین ویدیو لایک مونید که به دیگران رود، شاید یگان خواهر دیگر تماشا میکند. در کانال ابونه شوید تا نوارهای دیگر سربلند و خانه آباد باشید.